فقط و فقط با انجیر و روغن زیتون یه اکسیری درست کنید که اصلا نمیتونم خواصشو براتون بشمارم، اینقدر که زیاده. دوای درد یبوست، یه داروی طبیعی برای سلامت روده ها و هر کسی که متاسفانه با یبوست درگیره. سرشار از کلسیوم، برای کسایی که حالا نمیتونن لبنیات زیاد مصرف کنن انجیر خیلی براشون خوبه. این ترکیب برای کسایی که مشکلات مفصلی دارن فوق العاده است. برای سلامت قلب، مغز، برای پوستتون خیلی خوبه. سرشار از آهن، اصلا دیگه اینقدر خواصش زیاده که من توصیه میکنم خودتون تو اینترنت یه سرچ کوچولو بزنید تا متوجه بشید. یه شیشه خیلی تمیز بردارین، هر تعداد انجیر که میخواین، حالا مثلا 30-40 تا دونه داخلش بذارید و اینقدری روغن زیتون بریزین تا کاملا روشو بگیره، درشو محکم ببندید و توی جای خشک و خنک 3-4 هفته بذارید بمونه. بهترش اینه که میگن تا 40 روز صبر بکنید و بعد هر روز میتونید قبل از غذا یه دونه از این انجیرها رو میل کنید و اون وقت تاثیر شگفت انگیزش رو ببینید. این پست رو لطفاً حتما برای هر کی که دوستش دارین بفرستید و حتما شیرش کنید. به همین راحتی. نوش جان.